Hi guys. سلام بچه ها. I have a pen. من خودکار دارم. He has a pen. او یه خودکار داره. have و has رو میتونیم یه جوری تو جمله بیاریم به جز این که برای داشتن باشه یه کاربرد دیگه ای داره که میتونیم جمله‌مون رو اجباری کنیم. For example برای مثال You have to do your homework. تو باید تکالیفت رو انجام بدی. نگاه کنید اول فاعلمون you اومد، بعد have اومد، بعد to اومد، بعد فعل به شکل ساده، نه اس سوم شخص گرفت نه ing گرفت، به شکل سادهش اومد و بعد بقیه جمله‌مون. وقتی که ما از این ترکیب استفاده کنیم فاعل have to فعل به شکل ساده و بقیه جمله اون جمله ما به شکل اجباری میشه. حالا اگه فاعلمون he she it بود باید از has استفاده کنیم و بعد بقیه جمله. حالا for example برای مثال She has to go. او باید بره.